الان دولت به ما بگه همین امروز توافق انجام شد، صبحش میخواد چیکار کنه؟ اصل مطلب همین سواله. جوابش چیه؟ ادامه. لذا حتی اگه تحریم برطرف بشه، ما باید یه شکلی از چی میگن، چجوری بگم، تحریم رو خودمون به یه شکل مصنوعی ایجاد بکنیم برای خودمون. میگه خودمون برای خودمون تحریم درست کنیم. منظورش چیه؟ به این معنی که اجازه ندیم نرخ ارز در شرایطی که تورم دو رقمی شما داری نرخ ارز تثبیت بشه. میگه نباید اجازه بدیم نرخ ارز ثابت بشه. امیدوارم این پست و پست‌های قبلی دیگه حسابی مطلب رو جا انداخته باشه که بالا پایین شدن دلار و این بیدر و بیکری وضعیت قیمت‌ها و گرانی از داخل همین مملکته، ربطی به مذاکره نداره. هیچ کس نیست توی این مملکت که بدون مذاکره با آمریکا اوضاع رو خوب میکنه و مخالف باشه. مخالفت با اینه که این وضعیت داخل رو ربط میدن یه عده به مذاکره. دولت ترکیه نزدیک خودمونه دیگه. تورم چنده؟ 80%. بابا 100% تورم، ما با 50%ی. چرا شد 80%؟ مگه با آمریکا رابطه نداره؟ مگه با اسرائیل رابطه نداره؟ مگه بر آمریکا میگن مشروب خوری آزاد نیست؟ شما لخت نمیتونی تو خیابون راه بری؟ این حرفا چیه میان میزنن به مردم که این باعث اقتصادی؟ اصلا سفارت آمریکا تو تهران هم باز شد. هر کی هم خواست بره آمریکا بدون ویزا بره. خب اقتصاد چی میشه؟ تو به من اثبات کن. که الان توافق کردی صبح فردا صبحش ما چیکار کنیم؟ همون بدبختی که تو 40 سال گذشته ما داشتیم ادامه پیدا کنه. یک میلیاردر وقتی ورشکسته میشه به این معنا نیست که به نون شبش محتاج میشه. به این معناست که مثلا لامبورگینیش میشه سانتافه. ایران اگر ورشکسته هم شده باشه و کل دنیا هم تحریمش کرده باشن، برای سفره مردمش دیگه با این همه ثروت نباید محتاج بشه. سفره مردم چرا کوچیکه؟ هر وقت دیدین توی مملکت اسم مذاکره که اومد، یه عده یه همچین حالتی براشون پیش اومد. اون وقت شک نکنید که یه کاسه زیر نیم کاسه دارن. میریم جلوتر متوجه میشه.